تصور کن شبه همه خوابن، حوصلت هم مثل سگ سر رفته، کل روزم ماشاءالله خواب بودی. دقیقاً حالا باید چی کار کنی؟ سمت راستو نگاه میکنی؟ چای اونجاست بدون هیچ زحمتی. خب بذار ببینیم چه آماده کردیم. یه دونه چیه؟ شکر، 3 تا عود به بوهای اون سبز دلار، وسطی دارچینه، اون یکم چاکرا، نمیدونم چرا بعد بنفش باشه. میریم تو چایی و گوشی میسوزه. بله ما تحتم بسوزه گوشی نسوزه، جان برود گوشی نرود. دارچین رو برمیداریم چون چای دارچین بود. انقدر من از فندک استفاده نکردم که اشتباهش میکنم. چقدر پاک. آقا اینجا نگاه کن. نه برگرد. خب دقت کن، میخوام دقتتو بسنجم. نده دیدی؟ آتش نشانه رو بشناسی. دقیقاً پیام‌های پنهان همینجوری رو مغزتون تاثیر میذاره. شما نمیبینینش ولی هست و تاثیرشو میذاره. بس حس کردم یه چیز چای کمه. شاگر دادی شاگر. حالا دعوا گرفت. چیزی نیست، حوصله‌ام سر رفته، برمیگردم به دوران بچگی. نکن اینجا یوتیوب نکن. پاشو یامی. خب بعدش حوصله‌مون دیگه خیلی داشت سر میرفت دیگه، چای خوردنم کفاف نمیکرد. اومدیم پتو رو انداختیم رو خودمون و بعدش رفتیم تو فیلم جو. اما بعد از دیدن این فیلم فهمیدم که اونقدرام خوب نیست، مکعب واقعا اونقدرام خوب نبود. واسه همین این شاهکار رو دیدیم. پلتفرم واقعا عالی بود، واقعا از اوناست که بری ببینیش. من به خودم افتخار میکنم. ولی گفتم چیز دیگه هم ببینم. یه انیمه چند قسمتی دیدم، فانتزی بود، خیلی بال بود، خیلی بدنش نمیشه پس باورم نمیشه. من از این فاصله با یه خرس و خوابیدم. صدای جیرجیرک. صبح شد، بیدار شدم، بلند شدم. چه منتظری ادامه داشته باشه واقعا؟